abadi. Sebenarnya kalau dapat kini suhan dia bagai satu. Parvis hizmetçi Medina malamat diyor kelime. İki yürek, iki acib yaş, göya olup bir bütün kuyaş, abad etip sevgi bağını, yakar bugün baxt çırağını. Ana şu bugünkü yakılgan baxt çırağı abadi olsun deyimiz. Bunday ulug' ayyom qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Kelinglar, qani svидетельlar? Kim edi? Svидетель, Parviz, yo'q. Muborak bo'lsin, marhamat sizlar. Ha, kelin endi mehmonda, kelin mehmon ulug' mana. Bitta qarsak bo'lsa chiroyli so'z bo'ldi. Hamma gap baxt so'zida. Eshitilarga baxtingni dedilar, ko'z ko'zlasang arziydi. Senga havasga to'lib so'z so'zlasam arziydi. Chunki senga ushbu kun keng hayotga ochiq yo'l, qo'sha qarab iloyim o'g'illi qizlik bo'l. Bizlar ham shuni tarafdorimiz. Axir yoshlar zamonida lazzat urfardan, muhabbat muhri, qalb yarosi farzand. Ba'zilar aytgancha bo'sh ermak emas, qariganda izzat hurmatdir farzand. Iqbol to'lsin har kimning ham o'yiga, baxtiga baxt, kuy qo'shinisini kuyiga. Aziz do'stlar, sizga deymiz marhabo. Sevishgan ikki dildoda Azamatjon Shahlaxonlar to'yiga muborak bo'lsin. Avvalo salom va shukron va tabrik Azamat ro با این روزی خوشبختیش تبریک میگم. یک قرضک شد، یک قرضک بگیرید و شما وقتی زبیدن میکنم دیداری شما ممنون بزرگتون. من میبینم که بچه ها برای دخترها بچه دیلو بودو بوده اینجا این بزرگ حاجی دیده باشید، تمام باشید. رحمت الله جان، قلوبک جان، خردزوری سراتون مبارک شود. برادر عزیزی من اینجا رحمت الله جان، قلوبک جان سراتون از خردزور دارن، چون که میگن که میوه شیرین‌تر از فرزند نبود در جهان. تا توان این ثمر با رنگ و بوی خوش‌لطان، همون مرد دلخوشی دنبال عروس آمده با شاخی سرای نازنین، همراه می‌کشید مادران، خواهران، برادران رقص می‌کنید. با یکان از بانه نکن که اینجا کف دلتون می‌چوز بیرنی عبدین همراه رقص خورسنده می‌کنید. اولین و بهترین خواننده ناجی که ترانه‌های ما را به تمام جهانیان شناسان صدرالدین آمده است. یک قطعه بهترین دوستان عزیز با هم برقصیم. این وزن عاشقانه را بازم زیباتر می‌سازیم. خوش آمدن مهمانان ایزدمند، ما هنرمندان در خدمت شما هستیم. زنده باشید. تشکر زیاد. با نام خدای بخشنده و مهربان به همه شما عرض سلام می‌کنم و در قطار سخن‌های در بالا کتاب عروس و داماد و اینجوری شاهبچه نازنین از همه پیش سلامتی آرزو می‌کنیم. دعا می‌کنیم که همشون همیشه سرآگرم خرسندی باشن و شاهبچه نازنین و توی عروسی و دامادی برسن و عروس و داماد محترم ما صاحب فرزندای زیبا شوند و توی فرزنداشون برسن. مرحمت راحت بشید، ما در خدمت شما هستیم و با همه مهمانان تحت پشت سرودهای ما پایه‌انداز شما. زنده باشید. I
شما